یعنی میخوام بگم واقعا یه روزنامه‌نویس یه دیوونه‌ایه. اصلا این مگه شما خودت من الان 65 ساله دارم چیز می‌نویسم، شما خودت یه روزنامه به من پول داده؟ الان مثلا برای این مجلات چیز می‌نویسم، بلد نیستم ایمیل بفرستم، مثلا تایپ میکنم بعد تو پاکت میذارم تم میذارم مثلا، یعنی من این پول پاکت و تم بشینم همینجوری خودم باید بدم. بعد یه روز آقای مصباح‌زاده رو با هم راه میرفتیم، ما یه دفعه با هم راه میرفتیم تو پاریس، ایشون هم پاریس داشتن. گفتم آقای دکتر میشه استدعا کنم؟ گفتم من از اولین شماره روزنامه کیهان در تهران تا حالا چیز می‌نویسم تو روزنامه شما، بگید برای هر مطلبش 1 پوند به من بدن، 1 پوند بیشتر هم. گفتم شما که دوره روزنامه کیهان خونتونه، باز کنید 67 سال قبل شماره دوم روزنامه کیهان نوشته ناصر، اصلا اون موقع فامیل مطرح نبود قربون، ناصر مخبر عدلیه، یعنی اون موقع میرفتم دادگستری خبرهای جنایی رو بشنوم. وقتی گفتم بگید برای هر مطلبی که من تو کیهان لندن، حالا لندن شده می‌نویسم 1 پوند بدن، می‌دونیم به من چی گفت؟ گفت آقای امینی الان زمانه است که روزنامه خوان‌ها روزنامه نویس شدند و روزنامه نویس‌ها روزنامه خوان شدند. روی میز سردبیر ما الان بعضی 1 سال مقاله است، شما بدین بنویسین ننویسین تفاوت نداره. در حال من چون باید زود تموم کنم نمیخوام وارد حاشیه بشم. در هر حال راجع به دکتر فاطمی میگفتم. بله خدا شاهده تا الان باور کنید این البته خوشبختانه سن آدم در سن من بهش میگن به فرانسه لژ دور، یعنی سالهای طلایی، اون چی که ما نیاز نداریم. نمیدونم دیروز مطرح شد به آقای فاطمی هست که من یه دوچرخم ندارم، متوجه میشید؟ شما نمیدونید من چه مرد خوشم، یعنی تنها مرد میدونید چی میکشه قربون؟ نق زنشه. حقیقت یعنی ببینید شاعر چی میگه؟ میگه بشکست دلم کسی صدایش نشنید، آری دل مرد بی صدا میشکند. خانوما گریه میکنن فوری تمام میشه کاری. در هر حال بگذاریم اینا رو ما بیرون از جلسه هر کسی بخواد قربون تو اینجا به افسره میگم که من 85 سالمه. میگه you joking؟ گفتم کاغذ نشونت بدم که ببین من 85 سالمه. گفت تو از گرانفادر من بزرگتری؟ گفتم بله. حالا دیدم که باید چیزش کنم، گفتم خب مثلا شما الان 40 سالته. اینقدر خوشحال شد، حالا اونم 60 سالشه. فوری دست به موهاش کشید و من گفتم بعد اینو زودتر خرج کنم چیز کنه، برای اینکه شما هر پاسپورتی داشته باشید تو پاسپورت نوشته باشه اونجا تولد ایران، اصلا شما رو میبرن توی اتاق شما فکر میکنن که احمدی نژادی. بابا من میگم بابا من سفیر شاهنشاه آریامهر بودم. اصلا حالیشون نی. میگه ما 18 مورد رو باید انجام بدیم. اصلا این اصلا کفشتون رو داد بفهمید کفشتون رو داد. یعنی شما نمیدونید یه خارجی که میاد، البته من عادت دارم چون زن سابقم بچه‌های سابقم، برای شما خودت پسرای من مثلا تو نیویورکن سالی یه به من زنگ میزنن، میدونی برای چی؟ برای که من پول ندارم. اگه من پول داشتم صبح سعی می‌کردم خب بابا دیشب خوب خوابیدی؟ نهار چی میخوری؟ نباید من اینا رو بگم برای که من مسئله اصلی آمدم پسرم در نیویورک چه وضعی هم داره، برای که الان جوانا در اینجا واقعا چیز هستن. پسرم میگه پدر بریم یه آبجو بخوریم. نگو این نقشه کشیده میخواد یه چیز جدی رو به من بگه. رفتیم یه آبجو خوریم، یه آبجو اون یه آبجو. گفت بابا همه وزارت خارجی‌ها اینا بهترین زندگی رو در این آمریکا دارن، در همه جای دنیا. آخه تو چرا بی‌عرضه‌ای؟ گفتم منظورت چیه؟ گفت پدرها برای بچه‌هاشون زن میگیرن، اتومبیل میخرن. گفتم تو که نیازی به من نداری، تو الان حقوقت همه چی، اتومبیل 2 تا اتومبیل داری، بهترین خونه ها رو داری تمام. میگه نه پدر بایستی وظیفه داره. بعد گفت بابا بهش گفتم که جواد بنایی اون رفیق من یادته ما 24 ساعت با هم بودیم گوینده رادیو مرد، منتظر بودم بگه بابا تسلیت بده. گفت خب پدر تو هم باید بمیری، اصلا دیگه الان هم سن سال تو اصلا وجود نداره، تو چطور زنده ای؟ حال گوش
راه میرم گوش میکنم. گفت یه پیشنهاد دارم. گفت اینجا بیا من تو مثل ماشینای قدیمی هستی، کاروسریت درسته، ماشینای قدیمی که ورشو صبح تمام شیک دیگه میذارم، تو بیا من تو رو 2 ماه بیمت کنم، بیمه عمر. مردی $200,000 به من میداد. میدونی چی گفتم؟ گفتم تو زودترم من میمیری. این بچم میدونی شاگرد ببین شاعر چی میگه؟ میگه 4 دینار جهان پوشش عیب بدنه، من بیچاره ندارم همه عیبا به منه. خب ما نیست تو وزارت خارجه بودیم، وزارت خارجه هم دیگه پوز عالی جیب خالیه دیگه، اینا همه اینی بیمید پا، اینا مال قدیمه. الان من جورابم نمیتونم بخرم، اینا من میترسم رشته کلامت دستم در بیاد. سرمقاله های باختر امروز که قررش طوفان‌ها را داشت، هر عصر که انتشار می‌افت. من اون موقع زخم معده گرفتم که منتظر بودم این روزنامه درات ساعت 3:30 4 اون وقت چیزی می‌خوردم. یعنی با این اعتقاد و با این ایمان. حالا ببین چجوری من با حسین فاطمی آشنا شدم. میگه قدر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. من خبرنگار روزنامه مرد امروز بودم، مال متعلق به مسعود.